خیلی خیلی زیاد خوش اومدین به چنل من. رامانه هستم و توی این چنل سعی میکنم که از تجربیاتم، از چیزایی که فکر میکنم دغدغه فالوورامه بگم و فکر میکنم که ویدیوها رو تا الان دوست داشتین و واقعا نمیدونید چقدر زیاد به من انرژی دادین. ویدیو قبلی که گذاشتیم خیلی خوب بازخورد داشت. ممنونم که کنارمین. واقعا نمیدونم چجوری باید اینو براتون جبران کنم. سعی میکنم اینطوری جبران کنم که ببینم دغدغه‌های شما چیه و در رابطه با دغدغه‌های شما صحبت کنم تا اینجا شده یه کمک کوچولی هم بهتون بکنم. قبل از هر چیزی من موضوع این ویدیو رو از مخاطبان پرسیدم که ببینم دغدغه‌هاشون چیه. این دارم سعی میکنم از این ویدیو به بعد ببینم دغدغه مخاطبای من چیه و طبق دغدغه‌های کسی که دارن ویدیو منو میبینم یه ویدیو براتون ضبط کنم. حالا موضوعی که امروز می‌خوایم دربارش صحبت کنیم در رابطه موضوعی که فکر می‌کنم حداقلش 98% مردم درگیرشن و هیچ وقت یه جواب درست مثلا راه حل درستی براش ندارن، یا حتی اگر مثلا میدونن راه حلش چیه نمیرن عملیش کنن. میدونم که واقعا حالا کار راحتی نیست، خیلی از ما این عادت بد رو داریم و من توی این ویدیو میخوام که یکم بهتون تکنیک بدم. مثلا اول بگم این موضوع چند تا مدل و قضیهش چیه و بعد بریم سراغ این که حالا بگم یه سری راه و روشا رو بهتون با استفاده از اونا بتونید قضیه رو خودتون اوکی کنید و دیگه این مشکل رو نداشته باشید. بدون اسراف وقت میریم سر موضوع اول. موضوعی که توی این ویدیو هست همونطور که از تایتل ویدیو معلومه در رابطه با موضوع اهمال کاری یا حالا اهمال کاری که راستش من نمیدونم کدومش درست سره، ولی من میگم اهمال کاری. ما توی تک تک بخشای روزمون این قضیه هست که میخوایم یه کاری انجام بدیم و همش اینطوریم که حالا اوکی بذار این کارو میذارم فردا، یا اصلا فردا هم نگیم. مثلا من همین الان که مثلا خواستم این آیس کافی درست کنم هی گفتم که ویدیو رو ضبط کنم درست کنم، یا مثلا اول درست کنم بعد ویدیو رو ضبط کنم. کلا این موضوعی که کدوم کار رو اول انجام بدیم و کدوم کار رو موکول کنیم با آینده همیشه تو روتین ما هست. کلا یه مکالمه‌ای تو ذهنمون داریم که باعث میشه دو حالت داره، یا مثلا باعث میشه که بریم همون لحظه اون کار انجام بدیم، یا باعث میشه که به زمان آینده موکولش کنیم. آینده که داره میگم صرفا فردا پس فردا نیست، همین 1 دقیقه 2 دقیقه آینده هم میتونه باشه. قضیه اهمال کاری کلا تو روتین ما هست، یعنی شاید مثلا زیاد توجه بهش نکنیم و متوجه نباشیم، ولی کلا تو روتین ما خیلی هست و خیلی داریم باش دست و پنجه نرم میکنیم. و یکی از تاثیرات بدی که به نظر من خیلی داره و خیلی بولده اینه که مثلا دیدین یه سری کارا مثلا تو روزمرمون که خیلی کار ضروری ان ولی انقدر فردا میکنیم یا الان میکنیم، الان هم انجامش نمیدیم، ولی هی میگیم حالا بذار 5 دقیقه دیگه، 1 ساعت دیگه، حالا بذار جواب بده. انقدر اینطوری میکنیم مثلا بهونه میاریم براش که کلا یادم میره کارو و بعد چند روز دوباره یادش میافتیم اینطوریم که خب من چرا این کارو انجام ندادم هنوز. و با اینکه خیلی کار مهمیه و خیلی براتون اولویت داره، ولی با این حال سمتش نمیرین، یا حالا انقدر بهونه ریز آوردین که اصلا خودتون هم متوجه نشدین سمت اون کار نمیرین. حالا اول از همه میخوام بگم که اصلا این اهمال کاریه، این به تعویق انداختن کارا، این که مثلا یه کاری رو میخوان انجام بدین هی میگین فردا انجامش میدم، حالا بذار پس فردا، حالا بذار فلان چه، حالا کلا دنبال این که بهونه بیاریم به تعویق بندازین اصلا از کجاها نشأت میگیره. موضوعی نیست که مثلا بگم من یه نقطه مشخصی نشأت میگیره، چون دلایل مختلفی داره. من سعی میکنم خیلی محدود حدود 3-4 تاشو به شما بگم. اول چیزی که خیلی به نظرم بولده و توی به تعویق انداختن کارا خیلی به خودمون مثلا اینو میگیم که خودمون رو قانع کنیم، اصطلاح استقراء سمعه. حالا استقراء سمع یعنی چی؟ یعنی اینکه مثلا ما میایم میخوایم یه کاری بکنیم، مثلا چه میدونم میخوایم کتاب بخونیم، یا مثلا کلاس زبان داریم. من چون خودم این مدت خیلی فازم بودم که کلاس زبانمو کنسل میکردم، جلسات خیلی کمی رو تو ماه میرفتم، مثلا یادم هی اینو به خودم میگفتم که الان من حالم خوب نیست، مثلا مودم خرابه، یا مثلا فلان چیز باعث شده من الان حالم خوب نباشه پس میتونم نرم. یا مثلا میخواستم یه برنامه‌ای رو برای خودم بنویسم، مثلا برنامه نوشتن شاید مثلا 1.5 ساعت اینا طول میکشید، هی به خودم میگفتم نه امروز حالم خوب نیست، حالا بذار ادامهشو فردا مینویسم، الان مودم خوب نیست، الان مثلا مغزم خسته شده. استقراء سمع یعنی اینکه بر چیزی که داریم تو مغزمون میشنویم پیش میریم. یعنی مثلا هی خودمون رو با دلایل مختلف قانع میکنیم که آره ببین من حالم بده، الان این حسو دارم و به خاطر همین نمیتونم کار انجام بدم، پس میندازمش برای فردا، پس میندازمش برای پس فردا. دومین چیزی که باعث میشه اهمال کاری کنیم به نظرم اون بی‌تفاوتیه یا اون کسالت نسبت به اون کار است. یعنی مثلا به نظرم کاری که الان خیلیا به خاطرش اهمال کاری میکنن
اینه که مثلا یه لیست بلند بالا از برنامه روزشون می‌نویسن، بعد انقدر این لیست زیاده و انقدر پرباره و انقدر مثلا کارای سنگینه برای یک روز، باعث میشه که وقتی اون لیست رو می‌بینن اینطوری باشن که نه من حوصله ندارم، یا مثلا انقدر مثلا یه سری این کارا رو انجام ندن و به اصطلاح نسبت به اون کارا بی تفاوت بشن که اهمال کاری بشه، یا مثلا میگن خب فردا انجامش میدم، یا مثلا یه کاری مثلا براشون جالب نیست، کسلشون میکنه میگن خب بذارم الان این کارو الان انجام نمیدم. کلا این که برای شروع کار، مثلا برای شروع هر کاری، مثلا برنامه‌ریزی موضوع بودش که خودم مثلا خیلی به خاطر کمالگر بودنم داشتم و زیاد برنامه می‌نوشتم و انتظار داشتم همه‌شو انجام بدم و همین باعث می‌شد که اهمال کار شم، چون که یک اون برنامه خیلی طولانیه و خسته کننده میشه، و دو اینکه مثلا یه سری از فعالیت‌ها برای من خسته کننده بود یا مثلا کسالت‌بار بود و یه سریاشو هم الکی میگفتم برای من مهم نیست، یا مثلا ترجیح میدید مثلا به جای اون کتاب خوندنه که مثلا کار مفیدیه بشینید یه فیلم ببینید و همین باعث اهمال کاری میشه. کلا این روندی که مثلا نسبت به چیز بی تفاوت میشین و ترجیح میدین یه کاری رو بکنین که واقعا هیچ نفع و سودی برای شما نداره، باعث میشه که این اهمال کاری به وجود بیاد. سومین چیزی که باعث اهمال کاری میشه به خاطر اینه که مثلا یه کاری که میخوایم انجام بدیم میبینیم خیلی سخته یا مثلا خیلی دشواره، مثلا نیاز خیلی روش فکر کنیم. بخاطر همین مغز کلا تنظیماتش اینطوری ساخته شده که وقتی ببینه یه کار خیلی سخته یا براش دشواره یا مثلا بعد یکم به خودش فشار بیاره، اینطوریه که میگه خب من الان حوصله انجام دادن این کار ندارم، پس میندازیم برای یه وقت دیگه. من بارها برای خودم پیش اومده سر همین ادیت زدن همین ویدیو یوتیوب که مثلا ویدیو انقدر طولانی شده، مثلا من ویدیوهای خامی که ضبط میکنم حدود 30 دقیقه ویدیوه و بخوام این ویدیو رو ادیت بزنم مثلا بشه یه ربع، واقعا زمان بره، حالا در کنار ادیت‌های دیگه که روش بزنم. من 10 دقیقه مثلا حذف کردم، مثلا گفتم والا بذار 5 دقیقه‌شو مثلا شب ادیت میزنم. این کارو من بارها خودم کردم و هنوزم میتونم بگم شاید یه سری وقتا میکنم و این اهمال کاری کلا هست. و مثلا حقیقت اینه که مثلا فکر می‌کنیم الان زمان کافی برای انجام دادنش نداریم. وقتی می‌بینیم یه کاری سخت و یکم دشواره، اینطوریم که اوکی خب حالا من میتونم این کارو بعداً هم انجام بدم، چرا باید همه‌شو الان انجام بدم؟ خب حالا ما این همه حرف زدیم، گفتیم که اوکی این اهمال کاریه، این به تأخیر انداختن کارا، این فردا کردن ها از کجا نشأت میگیره. حالا اینجا می‌خوایم بگیم که ما چجوری جلوی این به تأخیر انداختن کارا رو بگیریم. سعی میکنم مواردی رو بگم که من خودم ازش استفاده کردم و به صورت تضمینی به خودم کمک کرده، چون میدونم که واقعا کمک کننده. و اولین موردی هم که میخوام بگم اینه که خیلی باید توجهتون به زمان دقیق باشه. توی یه عبارت بخوام بهتون بگم یعنی که مدیریت زمان داشته باشین. مدیریت زمان فکر کنم اصطلاحش رو خیلی شنیده باشین. اینجا به صورت خلاصه بهتون میگم یعنی چی. مدیریت زمان خیلی به نظرم تعریفای زیادی داره. برای من این تعریفو داره که از زمانت به شکل درست استفاده کنی، به مفیدترین شکل ممکن. مثلا اینکه به نظرم برنامه‌ریزی ساعتی داشته باشیم. مثلا یه مشخص کنین که من هر بازه زمانی هر روز مثلا ساعت 1 تا 2 ظهر باید یه کاری رو انجام بدم و سر ساعت 2 ظهر بعد این کار تموم شه. این باعث میشه هم هی عجله داشته باشین که اون کار قبل ساعت 2 ظهر تموم شه، هم دو اینکه خودتون رو موظف میدونین و اون کار رو تموم میکنید و اینطوری نیستید که اوکی حالا بذار برای بعداً مثلا بذار بعد از ظهر انجامش میدم و این حرفا دیگه نیست. شما میدونین که یه ساعتی رو مشخص کردین نقطه شروعتونه، تا یه ساعتی زمان دارین این کار رو تموم کنین. یکی دیگه مهمترین چیزایی که به نظرم توی این مدیریت زمان هست اینه که ببینید تو چه ساعتی از روز یا چه تایمی در روز کاراییتون بیشتره. یعنی که مثلا من به شخص خودم مقدار کارایی که دارم بیشتر تایم صبح یا تایم شبه. یعنی که شما کلا هممون توی یه تایمی از روز اگه دقت کرده باشین انگیزه و انرژیمون بیشتره. مثلا یکی ظهر اینطوریه، یکی عصر اینطوریه و انرژی انجام دادن مثلا یه سری کارهای سخت و پیچیده هم حتی دارین و این تایم مثلا برای من به شخص ساعت 8 شب به بعد یا 7 شب به بعد، یا یه سری وقتا هم مثلا صبح زود ساعت 5-6 صبح من خیلی این انرژی زیاده برای انجام دادن حتی کارهای خیلی خیلی سخت دارم. بفهمید خودتون رو زیر نظر داشته باشین چه مدت، ببینید که این تایمی که خیلی کارایتون تو روز زیاده ببینید چه ساعتی از روزه و سعی کنید که کارهای سختتون رو اون تایم روز بیشتر انجام بدین.
یکی دیگه کاری که میتونیم برای اینکه دیگه اهمال کار نباشید میتونید انجام بدید اینه که کاراتون رو به قسمت‌های کوچیک تقسیم کنید. مثلا برای همین ادیت یه ویدیو یوتیوب که مثلا فکر کنید 30 دقیقه ویدیوه و شما بعد این ویدیو رو به 1 رو برسونی و کلیت روش بزنید، بیاین بنویسین آقا مثلا اولین مرحله اینه که من ویدیو یوتیوب رو ضبط کنم. خب من چه تایمی این ویدیو رو ضبط می‌کنم مشخص می‌کنم. دومین مرحله اینه که من بخشای اضافه این ویدیو رو حذف کنم. چه ساعت این کار انجام میدم؟ مثلا ساعت 2 تا 2:45 دقیقه من باید این کار انجام بدم تموم شه بره. بعد این کار رو هی بخش کنید، تقسیم کنید و ببینید که چند تا بخشه و برای هر بخش تایم مشخصی رو تعیین کنید و سر اون تایم مشخص این کار رو تمام کنید. یکم حوصله میخواد و شما باید یه تایمر دائما کنارتون باشه یا حداقل تایمرمی یه ساعتی تو دستتون باشه، اصلا ساعت اتاقتون، ساعت هر جایی که ساعت گوشیتون هم میتونه باشه کنارتون باشه که ببینید آقا مثلا الان ساعت 2 من تا ساعت 2:45 دقیقه بعد این بخش از این کارم انجام بدم. بعد اینکه تموم شد حالا دوباره یه بازه زمانی میذارم میرم سراغ بخش بعدی اون کار. یا لزومی هم نداره که پشت سر هم باشه. مثلا من میتونم بگم که الان میخوام فقط بخشای اضافه ویدیومو حذف کنم تو ادیت ویدیو زدن. میتونم بگم مثلا بخش ادیت زدنش و اضافه کردن موزیک و افکت رو میتونم بذارم برای شب مثلا ساعت 8 تا 8:45 دقیقه یا 9 من این کار انجام میدم. یکی دیگه چیزایی که برای اهمال کار نبودن به نظرم خیلی مهمه و کمتر کسی میبینم الان بهش اهمیت بده اینه که یه زمانی رو هم باید به خودت اختصاص بدی. یعنی کلا منطق مردم الان این شکلیه که یه کاری دارین یا مثلا یه کلاسی دارین یا پلنی برای زندگیتون دارین، یه کسب و کاری دارین، باید بکوب براش تلاش کنین، باید به کوب زمانتون رو بذارین، هیچ تایم استراحتی نباید داشته باشین و هر کی که تایم استراحت کمتری داره بیشتر کار میکنه آدم موفق تریه، در صورتی که این مزخرف ترین منطقی که یک نفر میتونه داشته باشه. کلن الان ثابت شده هم از نظر علمی هم از نظر تجربه مردم یک آدم هر چقدر مشغله داشته باشه به همون اندازه که کار میکنه به همون اندازه هم باید به خودش زمان بده، یه بریک تایم بده، یه استراحتی کنه که این مغز، بالاخره که ما ربات نیستیم، این مغزتون یه استراحتی کنه، یه نفسی بگیره، یه استاپ بزنه بگه خب اوکی یه نفس میگیریم، یه آرامشی به مغزمون میدیم، بعد دوباره برمیگردیم سر فکر کردن و تحلیل کردن و ایده پردازی. حالا این چه ربطی به اهمال کاری داره؟ میخواد بگه که شما وقتی تایم استراحت بین کاراتون به خودتون نمیدین، مثلا یه زمانی رو به خودتون نمیدین، باعث میشه که زودتر خسته بشیم. بچه کاملا میدونیم این کاملا طبیعیه که مثلا ما حتی تو موضوع درس خوندن اینطوریم که وقتی زیاد درس رو میخونیم مثلا 1 ساعت میشه اینطوریم که مغزمون دیگه خسته است و مثلا میخوایم بریم درس بعدی اینطوریم که نه دیگه مثلا مغزمون نمیکشه برای این کار. اینه که یه استراحت نمیدیم. به خاطر همین یه سری تکنیکایی مثل تکنیک پومودورو اومده که مثلا میگه 45 دقیقه که درس میخونیم یا مثلا داری یه کاری رو انجام میدی 10 دقیقه استراحت کن دوباره برگشت سر اون کار 45 دقیقه دیگه. کلا دقت کنید تکنیکا هم میخوان اینو به شما بگن که بین کاراتون اون استراحت باشه، اون بریک تایم باشه، اون نفس گرفتنه باشه، اون یه زمان کوتاه به خودتون دادن باشه که بتونید با انگیزه بهتر، با حس بهتر و بدون اینکه بیاین اهمال کاری بکنیم مثلا بگید خب اوکی من برای مثلا این درس رو میخوام 3 ساعت دیگه دوباره شروع کنم بخونم، دیگه اینه نباشه. چون اون تایم استراحت مثلا 10 دقیقه یه روبی که به خودتونم میدین باعث میشه مغزتون یه رفرش بشه، یه استراحتی کنه و دوباره برگردین پر انرژی سمت اون کاری که داشتین انجام میدادین. اکثرا من دیدم که مثلا برای تایم استراحت مردم مثلا این کتابو میبرن زود میرن سمت گوشی، در صورتی که من پیشنهادم بهتون اینه که یه تایم مشخصی رو تعیین کنین تو روز که مثلا بگین من بعد از اینکه اون کار انجام دادم، مثلا اون روتین انجام دادم، این کارو کردم، مثلا ساعت 4 تا 5 عصر وقت دارم که برم تو گوشی هر کاری خواستم بکنم. و به نظرم یکی از بهترین راهاست برای اینکه یه تایم محدودی رو بذارین و طبق اون از گوشیتون استفاده کنین. پیشنهادم بهتون اینه که تو بریک تایمتون یا تایم استراحتتون تا جایی که میتونید از گوشی استفاده نکنید. سعی کنید حداقل تو این تایم مثلا استراحتتون بین کاراتون، بین درس خوندنتون، بین مطالعه‌تون یا مثلا بین تمریناتون کلا از گوشی استفاده نکنید. یه چیز دیگه که هست، مثلا دیدیم ما میخوایم یه کاری رو شروع کنیم بعد مثلا اینطوریم که اون کار نمیدونیم بعد چجوری شروع کنیم، مثلا نمیدونیم بعد از کجا استارت اون کارو بزنیم و فعالیت کنیم توی اون حوزه. من خودم خیلی مشکل دارم راستش، این دروغ الان بگم کلا این مشکل ندارم. من کلا همیشه میخوام یه کار جدیدی رو شروع کنم یا مثلا میخوام یکم راهم عوض کنم، همش اینطوریم که گیر میکنم که الان مثلا من بعد این کار از کجا شروع کنم. بعد این اواخر کلا دارم این منطقو سعی میکنم تو خودم یکم رواج بدم که آقا
تو وقتی کاری پیدا میکنی ایجا شروعش کن. اصلا مهم نیستش که کجاست، الان امکانات چیه، الان چجوری باید اون کار انجام بدی. تو کلا اون کار رو شروع کن. من بخوام باتون روک صحبت کنم، سر همین زدن چنل یوتیوبم انقدر کمالگرا بودم. هی میگفتم باید من مکان مناسب درست کنم، بعد پشتم پر از نورای مختلف باشه، من باید نمیدونم کلی امکانات مختلف داشته باشم، بعد رینگ لایت بگیرم، باید دوربین مخصوص داشته باشم، بعد میکروفون بگیرم. میدونید اینا رو وقتی فکر میکنی، حالا یکم مربوط به کمالگرایی میشه، ولی انقدر به این چیزا فکر میکنی اصلا کار رو ول میکنی. یعنی مثلا انقدر خودتون رو دور از اون کار میبینین که باعث میشه کلا انجامش ندین. هی بگین که حالا بذار مثلا یکی دو ماه دیگه مثلا فلان چیزو خریدم انجام میدم، یا مثلا بذار یکی دو ماه دیگه فلان چیز درست شد من اون کارو انجام میدم. در صورتی که من الان که اینجام به خاطر اینه که همین کارو کردم. اصلا فکر نکردم که اوکی من باید دقیقاً چی کار کنم. فقط منم گفتم اوکی من یه چنل یوتیوب میزنم، تا جایی که فکر میکنم همه چیز اوکیه دوربینو میذارم جلوم، ضبط میکنم و اون سبکی که دوست دارم فعالیت میکنم و الانم اینجام. تموم شد رفت. و فقط شروع کنین، برید تو دل کار و به مرور زمان اون چیزایی که همیشه می‌خواستین تو کارتون باشه میاد. چه بخواین چه نخواید اونا وارد اون روتین کاریتون میشه. پس اصلا نگران نباشین که الان من کارام تکمیل نیست، وسیله‌هام تکمیل نیست، امکاناتم تکمیل نیست، شرایطم درست نیست، پس نمیتونم هیچ کاری کنم یا اون کارو انجام بدم. بالاخره اگه واقعا بخواید این کارو انجام بدین یه راهی براش پیدا می‌کنین انجامش بدین. مورد آخری که میخوام بگم خیلی مورد مهمیه، به خاطر همین می‌خواستم آخر بگم که کسایی که تا آخر ویدیو بودن واقعا ازش استفاده کنن، چون کاری که واقعا حس می‌کنم اگه من مثلا این حرکتو نمی‌زدم الان خیلی حواس پرت‌تر از این و اهمال کارتر از این بودم. به خاطر همین قضیهش اینه که میتونم بگم 80 یا 90% اهمال کاریه که در طول روز داریم به خاطر حواس پرتیاست. حواس پرتی از کجا میاد؟ من داشتم فکر میکردم که اوکی من الان در طول روز چی باعث میشه این اهمال کاری رو داشته باشم و اومدم به این فکر کردم که اوکی من الان اومدم نشستم یه روز خودم آنالیز کردم، دیدم که مثلا من دارم یه کتاب میخونم چی باعث میشه که اون کارو ول کنم و کلا اهمال کاری شه و بذارم کنار. دیدم که یه چیزایی مثل نوتیف گوشی یا مثلا یه چیزایی مثل این که یه صدایی داره بیرون میاد، از تلویزیون داره میاد، یه چیزایی که مثلا دور اطرافم نظرمو الکی جلب میکنه. و اومدم گفتم چرا حلی برای این دارم؟ کاری که من کردم و دوست دارم شما هم بکنید، نوتیف برنامه‌هاتون رو قطع کنید. من الان نوتیف برنامه تلگرامم، اینستاگرامم، کلا نوتیف همه برنامه‌های من قطعه و به خاطر همین من تنها زمانی میتونم بفهمم یکی به من پیام داده که برم تو اون برنامه، توی اون تایم مشخصی که تعیین کردم ببینم که آقا کی به من پیام داده و جواب پیامشو بدم. نوتیف فهمی که برای شما میاد بس میشه حواس پرشیم، حین انجام دادن هر کاری هستین کارو یهو ول کنین و این یه جور اهمال کاری حساب میشه. مثلا سعی کنید هر چیزی که دور اطرافتون باعث حواس پرتی میشن اول پیداش کنید، به خودتون زمان بدین یه روز ببینید آقا چه چیزایی دونه دونه داره حواستون پرت میکنه، پیداش کنید. بس سعی کنید که تا میتونید از خودتون دورش کنید. مثلا یکی PS5 خیلی حواسش پرت میکنه، هی دوست داره بره گیم بزنه، یکی گوشیش حواسش پرت میکنه، یکی هر چیزی میتونه باشه. سعی کنید تو اون تایمی که دارین کار مهم انجام میدین از اون در حقیقت موضوعی که حواستون رو پرت میکنه کلا دور باشین. سعی کنید کلا دور از دسترستون باشه. خیلی ممنونم که تا آخر ویدیو رو نگاه کردید. امیدوارم که این ویدیو هم مثل ویدیوهای قبلی بهتون کمک کرده باشه و امیدوارم که از تکنیکایی که گفتم، حالا از راه روشایی که خودم استفاده کردم، شما هم استفاده کنید و امیدوارم کلی بهتون کمک کنه. خیلی خوشحال میشم اگر این ویدیو رو لایک کنید، سابسکرایب کنید و کامنت برام بذارین و نظرتون در رابطه با این ویدیو بگین. واقعا من قبلا هم گفتم و تو همه ویدیو هم بهتون میگم، کامنت هایی که میذارین باعث میشه که من بیام ویدیوی بعدی رو براتون ضبط کنم و به من اینجوری انرژی میده که بیام و دوباره بشینم پشت دوربین و براتون ویدیو ضبط کنم. با دوستاتون شیر کنین، اگه مثلا دوستی دارین که فکر میکنین چنین دغدغه هایی داره براش شیر کنین که اونم از این موضوع استفاده کنه. خیلی دوستتون دارم. امیدوارم که این ویدیو برای شما مفید بوده باشه و امیدوارم که هر جایی که هستین واقعا حالتون خوب باشه. خیلی 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 مواظب خودتون باشین و نذارین که چیزای بی ارزش اذیتتون کنن. همین راه راست و خوب و راهی که حالتون توش خوبه رو همینطوری صاف برین جلو و منم تیم رو کنارتون و سعی میکنم مشکلاتی که دارین رو اینجا با هم حل کنیم. میخوام بهتون بگم که اصلا مهم نیستش که چقدر